زنگ زده واسه مستعده. کی؟ همکاره. الان زنگ زده؟ آره. خب چیکار کنم الان؟ ها؟ بگو چیکار کنم؟ وقتی میگم کاری بعضی کار نداشته باش خودت الان یه ساعت اول خودتو میگیری. خب؟ بیا ببینم من میتونم واسطه بشم کاری بعد انجام بدم. عذرخواهی کردی ازش؟ خوش بد منه میخواستم بیارمش بیرون. نه من میخوام با خودش صحبت کنم. با خودش داری صحبت میکنم با من داری من صحبت تکی میخوام صحبت کنم. تکی نمیشه اینجا اتاق همه کار داره هیچ کسی نمیتونه جاش پیش کارمند نمیتونه میشه تفلیه نه چجوری آمد؟ اونجا لحظه کار داشت اومدش جلو رئیس منو نزدیک بود بزنه. خب کار خوبی کرده منم بودم میشدم مگه من بودم میزدم حق داره بزن. خوش میدهش داد من. این حتی آقا خوش داده نیست آقا. من بودم به جون میزدم این آقا رو من میشتم. من بودم آقا شما صحبت برو به سلامت. نه باش من منتظر فردا هستم. باش میاد. یادت راحت باش. صابری. صابری. اینجا. میخوام زنگان سرده از بیرون نیاد. دوباره زنگان سرده چی مشکلش؟ مشکل داره. کلا مشکل داره. از خانم آقای سوال کنید. اشکال نداره. زنگان سرده ما خانم آقای سوال کنید. دوباره زنگان سرده. چی آقای چی از خانم آقای؟ مشکل بشین اینجا بشین تو بشین اینجا تا منم بشینم خب من اگه خودم به طور قالی کردم بودم میزدمه تو نه شما ببین یک ذره خانم غزلی بیرون بوده من رفتم اتاق رو برگردم چرا باید بیرون به تو چه رفته تو چرا آقای صابری رفتی تو چرا رفتی نداره که اون خود رعایت کن آرام‌تر صحبت کنید خب آرام صحبت کن تو حالیت نمیشه تو صدات خیلی بالا خب تو یواش در خوبه چی داد میزنی برو بیرون بیا برو بیرون آقا برو بیرون برو بیرون نه تو چه کاری که میری به موه همکار من گیر میدی به تو چه خب ربطی آرام داره؟ صحبت کن تو چه کاری تو چه کاری من هیچ کار من اون سریع من هیچ گذشتی واسه همکارم نمیکنم کسی بیاد اینجا بیرزه نمیکنه به همکارم خود از من اون سریع بازم به خاطر همکارم تو حقی نداری که اصلا نمیارم پایی تو چه کاری؟ برو بیرون تو به اینجا باز تو چه کاری که ببین همکارم بود بیرونه؟ زنگ برو ساده بیاد مشکل بمونه نه این وقت توهین شده رو من توهین شده؟ آره فوش داره منه کار خوبی کرده کار خوبی کرده من بودم میزدم زیر گوشه به تو چه ربطی داره؟ اصلا تو چه کاری؟ تو اصلا چه کاری؟ خود تو من بگو تو حکم ده من نشان بده تو کارمندی تو حراستی تو بازرسی تو رئیسی نه من یه آدم معمولی خب الان کارت انجام شد بفهم برو بیرون نه خب